اولین روز کاری منه و خیلی استرس دارم. صبح زود سوار اتوبوس شدم تا برم محل کارم. قبلش گفتم برم یه چیزی بخرم ضعف نکنم نمیرم اونجا از استرس و کار و اینا فعالیت، و رسیدم به محل کار عزیزم. این ساختمون آبی قشنگم که میبینین که محل کار من هست، از این به بعد توش پر از شرکت‌های مختلف است و یکیش هم شرکتیه که من براشون میخوام کار کنم. و بالاخره رسیدم و این ساختمون پر از در سفید، راهروهای پر از اتاق و نمیدونستم اونی که باش کار دارم کجاست و فهمیدم خیلی زود اومدم و منتظر موندم و کارم شروع شد و بچه‌ها اومدن. کار من چیه اینجا؟ اینه که از بچه‌ها مواظبت کنم، باشون بازی کنم، بهشون نقاشی یاد بدم، هر چیزی که یه بچه انجام میده. شاید برات سوال شه که اصلا این بچه‌ها تو این ساختمون چی کار میکنن؟ اگه دوست داری بدونی ولاگ بعدیمو ببین.